کی میتواند زکات دهد؟ یعنی کی صاحب زکات شد؟ کی به فقیر و مسکین و قرضدار زکاتش را دهد؟ آن شخصی که مبلغش به 85 گرم طلا برابر شده است. تاجیکی کرده بیاید گویم تقریبا چند هزار سامانی باید داشته باشد که و چند هزار یا چند صد سامانیش را به محتاجان دهد. 50 دلار کنید. بیاید من حساب میکنم. 4250 دلار میشود 545 سامانی تقریبا. نه 50 دلار. 1 گرم طلا 50 دلار است. 85 گرم طلا ضرب 50 دلار. چقدر؟ 4250 دلار. هر کسی که همقدر مبلغ داشته باشد. مبلغ دارد یا اینکه مثلا 85 گرم طلا دارد یا 595 گرم نقره دارد مثلا یا اینکه تجارتش مال و حالی که مثلا در دکانش است حساب کند از همین 4250 دلار که گذشت زکات میدهد. 5000 دلار است، 4000 دلار، از 4000 دلار 100 دلار زکات میدهد. این اگر زکات مثلا 1 گرم طلا رو 40 دلار حساب کنید از 4000 دلار کمتر میشد. 85 گرم ضرب 40. فهمو یک لحظه. انا همون 4000 دلار داملو 4000 دلار رو همون انسان تقریبا 6 ماه پیش یافته است. یعنی 6 ماه پیش 4000 دلار شده است. آیا وای میدهد زکات مالش رو در همین رمضان؟ 6 ماه شده باشد فرض نیست که دهد. 1 سالی پوره شود بعد میدهد. لیکن اگر خواهد که حسابش ویران نشد و میخواهد در ماه رمضان دهد، اگر 6 ماه بر وقتتر دهد اجازت است. بر وقت دادن زکات اجازت است، اما از روزش گذرانیدن اجازت نیست. اگر مبادا اینکه از روزش گذرانید گناهکار میشه، قرضدار میشه. نماز است. یعنی چگونه قضایش را اجرا میکند اگر که قرضدار شد؟ قرضدار که شد زکات را میدهد ولی گناهکار باقی میماند. باید توبه کند، استغفار پرسد که الله تعالی گناه او را بخشد. حق کمبغل را دیر داد. اون زکات حق کمبغل است، او حق شما نیست. اگر زکات در داخل کدام پول باقی بماند مالهای باقی مانده را هم ویران میکند. گفتم خیلی یک میوه که مثلا ویران شده است در بین میوه های صحت اگر گذارد دیگر میوه های هم ویران میکند. مال زکات اگر در بین مال تازه باقی بماند آن مال ها را هم ویران میکند، نیست و نابود میشد.